بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، خیلی که گفته گذاشتیم ما الحمدلله نشانه های خرد و نشانه های بزرگ نزدیک شوی قیامت را گفته گذاشتیم و آخران چیزی که با ما ماند که از آن صحبت نکردیم این آتش بزرگی که مردم را مجبور می سازد در میدان شام یا گفتیم در دولت شام سوریه امروزه جمع کند و پس از این الکی خداوند برای همه ما آسان کند روز قیامت برپا می شود. و ما در باره یعجوج و معجوج صحبت کردیم، در باره بزرگترین نشانه های قیامت صحبت کردیم و گفتیم این آخرانش است. آن هم چی است؟ آتش بزرگی که سبب می شود که مردم از ترس نسوختن همگی جمع شوند در مکانی که از آنجا دیگر شروع می شود سرشوی قیامت. در ما حدیث صحیح هست، حدیث حذیفه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و آخری نشانه قیامت این آتش هست که از یمن بیرون می شود، یعنی از یمن امروزه، و مردم را به محشرگاهشون، یعنی جایی که در آنجا باید جمع شوند و همه یک باره با دمیدن سور اسرافیل بمیرند، در آنجا مردم را جمع می کند. و با همین معنا یک چند حدیث دیگر آمده است که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شدن آتش از حضرموت یا گفتیم از بحر عرب که امروز بحر عرب میگویند خارج شدنش رو هم گفته هستند و حدیث در مسند امام احمد است. و سبحان الله وقتی که الکی یعنی تا پگاه بس فردا قیامت برپا شدن می شود، آتش بزرگ از بحر عرب که واقع در یمن است بیرون می شود. می توانیم بگویم ولکان بزرگ یا می توانیم بگویم ترکش بزرگ و مردم دویده از برآمدن اون آتش به سوی شام می گریزند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می گویند در آن وقت مردم سه طایفه هستند. طایفه مطیعین یعنی راضی شوان و دانسته که این الکی روز محشر آمده ایستاده است، گویان خودشان دوان می روند. طایفه باشد برای رفتن برای خود مرکب میکوبند و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک انسان تمامی دارایی‌اش را میتواند آن روز فدای یک مرکب کند، شتر سواره کند. طایفه که رفتن نمیخواهند و آتش آنها را پیگیری میکند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روزش کجا روند آتش از پی آنها می رود، شبش در کجا شب را گذرانند آتش باز در شب هم از پی آنها می شود تا اینکه مجبور می شوند جمع شوند به محشرگاه، جمع شوند به همان زمین شام. و پیامبر چندین بار اشاره میکنند که محشر انا از همین جا پیدا برپا می شود یا شمایان پیش قیامت انا در همین جا حشر می شود، یعنی جمع می شود. معنیش این نیست که روز قیامت وقتی برپا می شود مردم در شام امروزه یا سوریه امروزه اون روز را می گذرانند، نه، پیش دمیدن سور اسرافیل که با آن همه آن چیزی که در زمین آسمان است یک باره میمیرد و جز پروردگار یگانه، مردم چی میشوند؟ در سوریه یا ارض شام یا زمین شام جمع میشوند و گروه به خواهش خود میروند، گروه پیاده و سواره نه آنقدر به خواهش میروند، گروه باشد رفتن نمیخواهند تا اینکه همون آتشی که از بحر عرب بیرون میشود آنها را مجبور میکند، گویا از عقیبشان سوزانیده آنها را به آن محشرگاه یا جای جمع شدن میبرد. و با همین آخرین نشانه قیامت، نزدیک شدن قیامت رو ما تمام میکنیم و بیاید خواهران عزیز کمی درباره احوال روز قیامت هم صحبت کنیم، چون نشانه های قیامت رو گفتن و درباره
آن روز صحبت نکردن بعضی سوالها رو در ذهن ایجاد میکند و سبحان الله تقریبا سوره ای رو در قرآن کریم پیدا نمیکنید که در آن خداوند از آن روز بزرگ گاه با نام قیامه، گاه با نام قاریعه یا حاقه یا نامهای دیگر یادآور نشده باشد که آمدن من و شما هم برای دنیا محض برای آماده شوی به آن روز و برگشتن به آن وطن اصلی همان جنت می باشد. و امروز یکی از گم کرده هایی که تقریبا شاید روزها گذرد و به یاد مسلمان ها نآید، این همان جمع شدن در روز قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنکه مژده داده شده بودند به جنت، اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار و من عذاب القبر و من فتنه المحیا و ممات گویان دعا میکردند خدایا از آن روز، از فتنه هایی که پس از مرگ گرفتار می شوم، از عذاب آتش، از عذاب قبر، از فتنه قیامت مرا نگهدار گویان. چه خیلی گفتم چقدر دعاهای زیاد داریم، ولیکن گویا که برای ما گذشتن از آن محشرگاه و روز قیامت خیلی آسان باشد، خیلی کم درباره‌اش یادآور می شویم. ولی هر یک دقیقه و هر یک لحظه که در دنیا هستیم باید برای برگشت با آن وطن اصلی خود که تا از میدان قیامت یا گفته محشر قیامت عبور نکردیم به جنت رسیده نمیتوانیم، باید خود را تذکر دهیم، بگوییم که به خدای تو آینده سفر داری، اون سفر هم آسان نیست، سفری دور و دراز در پیش است، برای اون باید هر لحظه و هر ثانیه وقتی خود را غنیمت شمارید. و پس از اینکه مردم در آن زمین شام جمع می شوند و آتش دیگر تمام زمین را گویا سوزانیده مردم را به این طرف رانده می آید، شروع می شود نفخ سور. نفخ سور دمیدن در سور یا در بوق که حف می کند یا گفتیم پوف می کند، آن را فرشته اسرافیل و پروردگار در سوره زمر میگوید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. و انا در آن وقت اولین قدمی برپاشوی قیامت با دمیدن در صوف یا پوف کردن در سور شروع می شود و پروردگار می گوید و دمیده می شود یا حف کرده می شود در سور که آن به شاخ حیوان مانند است و چقدر بزرگیش و صدایش چقدر بودن را الله یگانه می داند. و الله می گوید هر کسی که در آسمان و زمین هستند آنها همه می میرند، همه می افتند مگر آنهایی که الله بخواهد. و دویم باره باز نفخ کرده می شود و آنها از جای خود برمیخیزند. یعنی چی گفتیم؟ با همین یک نفخ سور که اسرافیل میکشند همه میمیرند، سپس یک بار دیگر سور دمیده می شود و همه بیدار میشن، چه آنهایی که به همین زمین شام رفتن چه آنهایی که پیش از آن مردن، همه از قبرها با آن دویم باره دمیدن سور بیدار می شوند. و در ما حدیث در بخاری مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بین دو نفخه، یعنی بین دو دمیدن سور چیل هست، فقط چیل هست میگن 40. و از ابو هریره آنهایی که حدیث را شنیدن میگن که ابو هریره 40 روز است، ابو هریره میگن نمیدانم. 40 ماه است میگویند نمیدانم. 40 سال است میگویند نمیدانم. یعنی پیامبر این لفظ را 40 را مجملا آوردن و آیا 40 روز بین دو سور مردم در وقتی یعنی کاملا همه در حالتی مرگ میمانند یا 40 هفته یا 40 سال، این را الله یگانه میداند، این را الله یگانه میداند. فقط در ما در اینکه روز جمعه روزی برپاشوی قیامت یا گفتیم برخواستن همه هست در حدیث آمده است. سپس عجیبش این است که حدیث در مستدرک حاکم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صاحب سور یعنی فرشته اسرافیل
از روزی که وظیفه دار شد برای کشیدن سور، چشمانش به عرش پروردگار است که پروردگار تو کی امر میکنی من این سور را بکشم و او یکی به دیگر طرف نگاه کنم خداوند مرا امر نکند گویان در دستانش سور انتظار آن روز است که کی سور کشیده می شود و خیلی گفتم یک بار سور کشیده می شود و حتی تمام مخلوقات و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام میگوید الله یگانه پروردگار میماند و همه میمیرند. سپس دویم باره وقت سور دمیده میشود همه بیدار میشوند و الله چی میگوید و نفخ فی الصور و اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون و دویم باره سور دمیده میشود و همه آنها از قبرها بیدار میشوند و به طرف پروردگارشان جمع میشوند و همین که دویم بار سور دمیده شد خیلی آنهایی که در همان لحظه در روی زمین بودند و مردند و آنهایی که در قبرها هستند آنها چی میشوند از نو بیدار میشوند و بین این را گفتیم خداوند میداند که 40 رو میدانیم روز ماه یا سال این رو الله خودش میداند و اولین کسی که در دویم باره سور را دمیدن از قبر بیدار میشود این پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند که میگویند و اول من ینشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع من سید ولدی آدم هستم در روز قیامت اولین کسی که قبر گشوده میشود اولین کسی که من خودم شفاعت میکنم و از من شفاعت میبینن اما البته که شفاعت پیامبر باشد هم با خواست خداوند میشود و خداوند در روز قیامت یعنی با دمیدن سور دوم حتی تمام حیوانات ها رو هم زنده میکند هر چیزی که در روی زمین زندگی کرده بود انس باشد جن باشد حیوانات باشد همه در آن روز چی میشوند جمع میشوند تا اینکه در پیشگاه پروردگار حقدار به حق خود برسد نکوکاران به پاداش خود و گناهکاران به جزای خود و چیزی دیگری که اینجا هست پروردگار میگوید در آن روز خداوند یک به یک با بندگانش در صحبت است و الله میگوید واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه از الله بترسید و بدانید که شما با او روبرو میشوید یعنی شما با پروردگارتون وا میخورید و در آیت دیگر میگوید واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین یعنی در دوامش اما به مؤمنان بشارت ده و در دوامش در سوره انشقاق میگوید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی چقدر تو سرکشی میکنی گناه میکنی اما تو روبرو میشی با آن میشوی با آن پروردگارت پس در روز قیامت وقتی که مردم همه بیدار میشوند خداوند چی کافر چی مسلمان با بنده هایش روبرو می شود با بنده هایش صحبت می کند و البته صحبتی که با مؤمنان می کند با نظر رحمت و با بشارت دادن و صحبتی که با کافران میکند خداوند از آن ما را نگه دارد با نظر غضب و پروردگار درباره روز قیامت خیلی زیاد در قرآن صحبت میکند خصوصا در سوره تکویر که اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت یعنی روزی که تماما آفتاب دیگر نورش از بین می رود و پرتافته می شود و ستاره ها همه کنده شده می افتند و کوه ها پاره می شود و تمام حیوان ها همه جمع می شوند و بحرها ترکیده می شود و سبحان الله همین دیروز بود توصیه می کنم شما را هم ببینید خواهران عزیز یک کمی اگرچه نوار روس با زبان روسی بود درباره گردش آسمان و زمین و آفتاب دیدم که چقدر آنها در فضا یا گالاکتیکا میگویند روس ها به سرعتی تیزه که حتی آن سرعت را من و شما تصور کرده نمیتوانیم هم در راه هستند و کلهم فی فلک یسبحون میگوید الله و وقتی که آن روز میرسد یعنی این در فضا وقتی که آسمان و زمین و ستاره و اینها همه پرواز کرده میگردن الله میگوید اینها همه چی میشوند همه میافتند و عجیبش این است که
الله میگوید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. و آن روز زمین تغییر مییابد، یعنی زمینی که امروز اتمسفر دارد، کوه دارد، آب دارد، اینها همش جایش رو دیگر میکند و گفته میتوانیم حتی زمین هم نصف میشود و این رو همه شاهد میشویم. یعنی چی آنهایی که تو پیش و پیش قیامت زندگی کردن، چی آنهایی که تا قیامت مردن، مهم همه وقتی از قبر بیدار می شود، بعد از آن نفخه دوم خداوند بزرگی خود را به تمام مخلوقاتش نشان می دهد که ببینید من قادر چی کارها هستم و شما اما این را ندانستید. و پیش از آن که آن روز محشر بیاید و همه حیران به آن دهشت و وحشت و ترس و وهم به آسمان و به اطراف نگاه کنیم، باید به خود آییم، در سجده خود، در هر یک قدم خود سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اون چیزی که اگر من میدانم شما بدانید، شما با همسران خود نزدیکی نمیکنید، لذت های دنیا رو میپرتایید، دویده به بیرون میروید، سر رو به سجده میمانید که خدایا به من رحم کن. و یعنی دهشتی آن روز، یا گفتیم عذاب آن روز به گفتن آسان است. یک زمین لرزه عادیه که تقریبا 7 درجه یا 7 باله یا 8 باله می شود، اینقدر مردم خود را گم میکنند. تصور کنید وقتی آفتاب بیافتد و ستاره ها بیافتد و زمین همه تمام نظامش را از بین ببرد، احوال مایان چی می شده باشد. و اینها رو همه را ما شاهد می شویم. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین باره میگویند، یهودی می آید، حدیث در صحیح مسلم است، و می پرسد که وقتی که زمین تماما کوههایش پاره می شود و آبهایش ترکیده می براید و این احوال می شود، مردم در کجا می شوند؟ یعنی علاج نیست که مردم در روی زمین بیستد، چون زمین خودش هم می ترکد، پاره پاره می شود. پیامبر می گویند هم فی ظلمتی دون الجسر، آنها در یک تاریکی می ایستند که آن چیز، یعنی پیش از پول است، پیش از همون پل صراط است یا پیش از پل است، آنها در یک مکان می ایستند، ولی آنها چی میکنند؟ این همه را شاهد میشوند که خدایا برای ما آسان کند. سپس بعد از اینکه این همه نظام از بین رفت و گفتیم دنیا و آن چیزی که در دنیا ما میبینیم از بین همه رفت، مردم انتظار حکم الله میشوند که اکنون چی کار میکنیم؟ آیا به جنت میرویم و یا به دوزخ؟ و مدتش خیلی طولانی هست و برای مژده است برای مسلمان ها که برای مسلمان ها از عصر تا شام یک مدت کوتاه میگذرد، برای کافران باشد خیلی مدت طولانی تا 500,000 سال و از آن هم زیادتر. و وقتی که مردم در انتظار حکم الله میشوند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در آن وقت میگویند خیلی به شما آفتاب نزدیک می شود. آیا آفتابی که پروردگار نابود کرد یا آفتاب دیگر رو خداوند یا گرمی دیگر رو پروردگار قادر است که به ما برساند؟ و میگویند شمایان از گرمی زیاد همه غرق عرق می شوید. به عملهای صالح خود در دنیا نگاه کرده، بعضی ها تا زانویشان عرق، یعنی تا زانویشان غرق عرق هستند، بعضی ها باشد تا کعبشان یعنی بجولک پایشان، بعضی ها باشد تا گردنشان، بعضی ها باشد تا دهانشان نزدیک است که غرق شوند. یعنی همه به قدر عملهای خود غرق آن آب می شود. و خداوند در همون گرمی و در همون احوالی که مردم دیگر چیکار کردنشان را نمیدانند، در ما حدیث است، اون هم بشارت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 7 طایفه هست که در آن روزی که دیگر هیچ سایه وجود ندارد، الله به آنها سایه میدهد، یا در روایت در زیر عرشش سایه میدهد. یکم امام عادل، یعنی آنهایی که از سرور مردم هستند، پاشا هستند و عدالت میکنند که چقدر اینها الان در زمان من و شما کم هستند. عموما در تاریخ هر کس به کرسی می آید چقدر برابر آمدنش عدالتش از او گریخته می رود، که یکمش امام عادل است. دوم جوانهایی که آنها در عبادت پروردگار خود بزرگ شدند، یعنی جوانی خود را با
رقص و بازی و موسیقی گوش کردن و با لذت های دنیا نه، جوانی خود را با عبادت پروردگارشان سپری کردن. سیوم مردی که همیشه قلبی او پیوسته است به مسجد، یعنی نمازش را دوست می دارد، نماز را با جماعت دوست می دارد، که خوش به حال آنهایی که فکرشان در مسجد است به جای تلفن و چیزی دیگر. چهارمش دو انسانی که به خاطر الله هم دیگر را دوست داشتند و به خاطر الله از هم جدا شدند. و سبحان الله آنهایی که امروز به خاطر الله با هم دوستی میکنند و یا به خاطر الله از هم جدا میشوند خیلی کمند. همین خیلی نیست. دوستی ها به خاطر مال و دنیا و مفید یا فایده هایی که از هم میبینیم، دشمنی ها هم باشد یا قهرگی ها هم باشد، به خاطر گناه یکدیگر نه، اکثریت به خاطر پرینسیپ های شخصی همون می باشد. و دو نفره که به خاطر الله با هم دوستی میکنن یا از هم جدا میشوند. و این چونین مردی که از زنا خود را نگه می دارد، حتی زن زیبای او را دعوت کند هم از الله ترسیده به این دست نمی زند. و مردی که به خاطر الله صدقه می کند و اینقدر خالصانه است که صدقه کردش را به کسی نمی گوید، حتی دست چپش از آن بیخبر است. و آخران همون نفره که در تنهایی خدا را ذکر می کند و چشمانش اشک می ریزند از ترس الله، از الله یا از محبتی که به الله دارد. و آن روزی که پیامبر گفتند دهشتش خیلی بزرگ است و همه شما حتی لوچ از جای خود از قبر خود بیدار می شوید، نه لباس دارید نه کفش دارید و حتی مردها ختنه نشده. وقتی حضرت عایشه می گویند وای چی مگر یکدیگر رو می بینند احوالمون چی می شود، یعنی این خجالتی و شرم‌آور است. پیامبر می گویند عایشه آن روز بزرگتر است از آن که همه به یکدیگر نگاه کنند، یعنی از دهشت آن روز کسی به کسی نگاه نمی کند. ولی ببینید که این 7 طایفه هست که خداوند ما رو از جمله آنها کند. الله در آن روز اینها را به گفت خودمون ارکه می کند، زیر سایه عرشش آنها را نگه می دارد. و در مسند امام احمد آمده است که کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. در آن روز گرمی، در آن روز دهشت، آنهایی که صدقه می کنند صدقه های آنها سایبان آنها می شود، یعنی صدقه آنها را سایه می کند که خداوند بخیلی را از دل ما دور کند و از جمله صدقه کنندگان باشه. بعد از اینکه گفتیم آن روز این گونه دهشت و گرمی و مردم خسته و انتظار هستند و مردم چیکار کردن رو نمیدانند، سپس یک به یک به نزد پیامبران می روند که از الله بخواهید، ما که دیگر روی خواستن نداریم، الله زودتر این روز رو از بین ببرد. نزد آدم می روند، نزد حضرت ابراهیم می روند، نزد موسی و نزد عیسی می روند، تا آخران که نزد پیامبر می آیند. و پیامبر ما وقتی دعا میکنند خداوند دیگر شروع میکند به قضاوت کردن بین بنده ها و آنهایی که اهل جنت هستند آنها را به جنت فرستادن و آنهایی که اهل دوزخ هستند آنها را به دوزخ فرستادن. یعنی این شفاعت بزرگ پیامبر است که با شفاعت پیامبر تمام مخلوقات آن روز از آن روز دور و دراز نجات می‌یابند. سپس حساب کتاب شروع می شود، حساب کردن عملهای صالح و این چنین دادن کتاب و حتی برکشیدن عملهای صالح. خداوند میگوید و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. سبحان الله. آنهایی که کتابتان از پشت داده می شود آنها در آن روز دعا می کنند که خدایا به من مرگ فرست، من طاقت آن دوزخ را ندارم. و اما آنهایی که کتابشان از دست راست داده می شود فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. آنها باشد خوشنود شوان به خانه خود، به نزد اهل خود دویده الحمدلله می روند. و در آن روز گفتیم روز میزان هم هست، یعنی روز ترازو هم هست. تمام بنده ها در ترازو عملهایشان برکشیده می شود و خداوند قادر است که عملهایی که مادی هستند و قپیده نمی شوند آن روز به جسم تبدیل دهد و
این برای اون نیست که مثلا خداوند مگر نمیدونه، نه، خداوند میدونه، تا که من و شما چی شویم در آن روز شاهد شویم به این چیز، تا که من و شما هم به این شاهد گردیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در روز قیامت پروردگار به بنده ها نزدیک می شود و به آنها، خصوصا به بنده های مؤمن را اول بگیره، در روز قیامت پروردگار به بنده مؤمن نزدیک می شود و به او می گوید که آیا این گناه ها را کرده بودی؟ بنده مؤمن هم اعتراف می کند و می گوید ای ربی اعرفو، پروردگارم آره من می دانم این گناه هایم را. و خداوند می گوید قد سترتها علیک فی الدنیا و اینی اغفرها لک اليوم. بنده ام، من این گناه ها را در دنیا کردی، من اونها را پنهان کردم، به کسی آشکار نکردم گناه های تو را، امروز باشد آنها را می بخشم. و خداوند تمام آن گناه هایی که بنده کرد و به آن خودش اعتراف کرد و در دنیا هم از آن گناهایش با خبر بود برای او می پوشاند. ولیکن آنهایی که کافر هستند و منافق هستند، آنها را در نزد تمام مردم فریاد کرده می شود که انا اینها بودند که دروغ شماردند پروردگار را، انا اینها بودند که در دنیا به الله ایمان نداشتند. و حساب مؤمنان در آن روز خیلی آسان است، حساب کفار باشد خیلی وزمین است. ولی چیزی دیگری هست درباره صراط. خواهران عزیز، درباره پل صراط پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث در صحیحین و دیگر کتاب ها هست، میگویند وقتی که تمام مردم در پیشگاه خداوند جمع می شوند، هر کس با معبود خود روانه می شود. آنهایی که صلیب پرستی می کردند صلیب خود را می گیرند و به دوزخ می روند. آنهایی که بت پرستی می کردند بت خود را گرفته به دوزخ می روند. اهل کتاب هم، یهود ها هم، نصرانی ها هم که یکی خدا ببخشید عیسی را پسر خدا، دیگری عزیر را پسر خدا گفتند، اینها هم به دوزخ خود می روند و باقی می مانند مسلمان ها و منافقین و اینها انتظار پروردگار می شوند که همه با معبود خود رفت، خداوند معبود ما هست و به پروردگار در آن روز همه سجده می کنند و یکشف عن ساق گفته آمدگی است، از ساق پروردگار گشاده می شود که در این باره انشاءالله باز در درس عقیده وسیع‌تر می کنیم. سپس پروردگار به اینها هم اجازت می دهد که به جنت روند، ولی اینها یعنی مؤمنان و منافقین از بالای همون صراط می گذرند، صراطی که یا جسر یا کپرو بالای دوزخ است و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند خیلی تیز است، از آهن تیز کرده شده است، اطرافش سیمخواره و خارها هست که به پایها خلیده می شود. بعضی از شما مثل رعد و برق از آن می گذرید، بعضی شما مثل شمال، بعضی شما دویده، بعضی شما راه رفته، بعضی شما خونشار شوان به یک عذاب می گذرید. یعنی اما منافقین باشد از آن گذشته نمی توانند، در تاریکی می مانند و می افتند و بعد از اینکه بعضی با خیلی مشقت، بعضی با خیلی آسانی از آن پل گذشتند که خداوند برای ما آسان کند، یا از آن کپرو گذشتن، می شود مرحله قنطره. یعنی قنطره در آنجا مومنان کسی به کسی ظلم کرده باشد، ظالم به جزای خود می رسد و پروردگار به جنت داخل نمی کند تا اینکه همه از همدیگر حلالی کنند یا گفتیم از یکدیگر قصاص خود را گیرند، از این ثواب های زیاد یا منزلت ها در جنت. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش از آن روز برسد از همدیگر حلالی کنید، حق یکدیگری را گرفته باشید بدهید، در حق همدیگر ظلم کرده باشید بخشش پرسید که در آن روز دیگر نه هدیه هست و نه عذر پرسی است. یعنی خداوند در آنجا نگاه داشته میماند که الان چی است، همه باید به ظالم، اگرچه مسلمان هست که از مسلمان ها هم ظلم البته که می براید یا ظلم انجام داده می توانند، اون روز همه
بعد از کفر گذشتن اول با اون ظلمی که به هم دیگر کردن سوال و جواب میکنن. پس از این وقتی شفاعت می شود، سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر یک پیامبر دعایی دارد که اجابت می شود. من دعای خود را به روز قیامت پنهان کرده موندم و اون دعا چی است؟ شفاعت است. خداوند به پیامبران اجازه شفاعت می دهد، به شهدا، به مؤمنان، به علما، به هر کسی خواهد اجازه شهادت می دهد، به شرط آنکه خودش از آن انسان شفاعت کننده و اونی که شفاعت شده می تواند راضی باشد. نمی تواند یک مسلمان، یک کافر و یا یک مشرک رو، حتی پیامبر باشد هم، مثلا حضرت ابراهیم پدر خود آزر رو نمی توانند شفاعت کنند. شفاعت مؤمنان برای مؤمنان گناهگار می شود. پس از اینکه خداوند اجازت می دهد تا اندازه را پیامبران و مؤمنان و شهدا شفاعت میکنند و پیامبر میگویند اون روز شما خیلی از پروردگار میخواهید که شفاعت کنید و میگوید خدایا در آنجا برادران مؤمن ما هستند، یعنی آنهایی که افتیدن یا گفتیم از همون پل صراط افتیدن و نتوانستن این طرف گذرند، خدایا به ما کمک کن. حدیث در بخاری مسلم است. و مردم یعنی مسلمان ها خیلی طلب و دعا میکنند و خداوند میگوید اونی که در قلبش حتی ذره ایمان باشد هم اجازه میدهد و آنها را با اجازه پروردگار یک گروه بزرگ را با شفاعت بیرون میکنند. پروردگار خودش با شفاعتش ما را از اهل جنت کند و به ما هم آن مقام بزرگ را الهی نصیب کند. امروز در دنیا هستند آنهایی که صاحب منصب هستند و پولدار هستند، به یک چند نفر به داد یک چند نفر میرسند، اما دنیای دو روزه است. به گفته خودمون 80 سال 70 سال حتی 40 سال و 50 سال دوام میکند. شفاعت هایی که در این دنیا هست یا کمک هایی که در این دنیا هست هیچ است در نزد کمک هایی که در آخرت میکنیم و آنهایی که در دنیا به خاطر الله به هم دیگر کمک کردن در آخرت هم در نزد الله عزیز هستند. اما آنهایی که در دنیا فقط به خاطر پول و مال و آبرو و چیز دیگر به هم دیگر کمک کردن، در آخرت از دستشون هیچ چیز نمی آید. در آن روز خداوند آن شفاعت و آن عزت را به دست مؤمنان موحد صالح خود می دهد. با همین خیلی گفتم پیامبران و مؤمنانی که الله از آنها راضی هست شفاعت می کنند و در ما حدیث است که حتی یک شهید تا 70 نفر را در آن روز با اجازت پروردگار شفاعت می کند. سپس شفاعت بزرگ خداوند یگانه است که حتی مؤمنانی که هیچ عمل ثواب نکردند جمعی کثیر آنها را، یعنی خیلی عدد زیادی آنها را پروردگار شفاعت میکند و آنها هم از دوزخ میبرایند و پس از مدت سوختن داخل جنت میشوند. با همین خواهران عزیز، پس از آخران نشانه قیامت که اون گفتیم آتش بزرگی که از یمن دقیقاً از بحر عرب یا حضرالموت بیرون می شود، مردم را به شام می برد. بعد از این مردم وقتی در شام هستند سور دمیده می شود، همه می میرند. دویم بار سور باز دمیده می شود، همه بیدار می شوند و دیگر همه اون دهشت و حول قیامت را، چی از قبر بیدار شدن چی از زمین شام بیدار شدن، اون افتیدن ستاره و ماهتاب و این همه دهشت قیامت را می بینند. پس از این مردم انتظار می شوند حکم الله را. سپس پروردگار می آید و همان گونه که به خودش آمدن لایق است حکم میکند بین بنده ها و حتی دوزخیان یعنی کافران، ببخشید مشرک و کافران از پل صراط هم نگذشته با زنجیرها کشاله کنان می روند به آن دوزخ ابدی که همیشه دعا میکنند که پروردگار ما رو بمیرم ما این عذاب رو نبینیم. الله نصیب کرده باشد درس دیگر درباره جنت و دوزخ باز یک صحبت میکنیم، یعنی کاملا احوالش را مفصلا باذن الله. و مؤمنان باشد از گذشتن از آن صراط داخل جنت می شوند، گروه می افتند، گروه شفاعت می شوند، گروه به مقدار زیاد می سوزند. سپس هر مؤمن پس از مدت زیاد داخل جنت می شود و جنت چگونه جای هست، در آنجا چه نعمت های من و شما را الها که از جمله آنها باشیم انتظار است. الله نصیب کرده باشد درس دیگر با صحبت میکنیم.